درود. من نه از نسل آ هستم و نه زد، من نسل کرگدن هستم. چرا؟ چون در سرزمینی متولد شدم که هم اشکهای واقعی و از ته دل جمعی مردم را هنگامی که آمبولانس حتی یک مجروح را در سال 57 جابجا می‌کرد را دیدم و هم اشکهای بسیاری برای جنایات و وقایع دیگر را و هم عادی شدن و بی‌تفاوتی مردم را همکنون وقتی عزیزی را از دست می‌دهند. حال تو بگو به من چه نسلی هستم؟ آیا به جز نسل کرگدن پوستکلو نامی برازنده نسل من است؟ من بودم ولی تو نباش، من باختم ولی تو نواز. بدرود. وحید رضا. همخونی معنا نداره.